سلام، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به یک جلسه دیگه از آموزش اتوکد به زبان آدمیزاد با من مهتاب. بریم ببینیم که چطوری الیپس یا همون بیضی خودمون رو ترسیم کنیم. اما دقت کنید که مشاهده این دوره آموزشی بسیار خفن فقط از طریق کانال یوتیوب من هستش که رضایت من رو داره و قانونی هست. از هر طریق دیگه ای که دارید مشاهده میکنید رضایت من رو ندارید به عنوان مدرس و تهیه کننده این دوره آموزشی. پس داخل کانال یوتیوب سابسکرایب کنید، جلسات قبل و جلسات بعد رو از دست ندین و خوشحال میشم با کسایی که فکر میکنید این دوره میتونه براشون ارزشمند باشه به اشتراک بذارید. بریم سراغ آموزش. برای ترسیم الیپس ما دو روش داریم. روش اول اینه که ما میایم نقطه مرکزی رو مشخص میکنیم و 2 تا شعاع بهش میدیم. الان من این سنتر رو انتخاب کردم. F8 رو میزنید، ارتوتون فعال میشه. الان ارتوی من فعاله، هم با F8 هم با این آیکون میتونید روشنش کنید. خب من میخوام در این جهت شعاعش 5 باشه، اینتر، و در این جهت شعاعش 2 باشه، اینتر. همونطور که مشاهده میکنید برای من یک الیپس ترسیم کرد. خب بیایید ببینیم که درست ترسیم شده یا نه. این دایمنشن رو میزنم و یه اندازه میگیریم اینجا و اینجا. همونطور که میبینید دقیقاً 5 و از اینجا تا اینجا هم دقیقاً 2. خب روش بعدی چیه؟ روش بعدی اینه که ما میایم قطر رو وارد میکنیم یا همون اکسیس. دیگه مرکز رو وارد نمی کنیم. من الان یک قطری رو مثلا میخوام قطرم 10 باشه، میخوام مثل این ترسیم کنم، ولی این بار قطر رو باید وارد کنم. پس میزنم 10 اینتر و بازم شعاع رو مشخص میکنم 2 اینتر. همونطور که مشاهده میکنید به 2 روش مختلف تونستم الیپس ترسیم کنم. بریم سراغ الیپتیکال آرک. الان من انتخابش میکنم. با استفاده از این گزینه ما میتونیم آرک رو به صورت بیضی ترسیم کنیم، یعنی میتونیم کمانمون رو به شکل بیضی ترسیم کنیم نه به شکل دایره. الان ببینید هم میتونم قطر بیضیمو وارد کنم، هم میتونم مرکزش رو وارد کنم. یا روی این کلیک میکنم یا میزنم سی اینتر. مرکزم میخواد اینجا باشه. به صورت معمول یکی از شعاع‌ها رو میزنم 5 و یکی رو میزنم 2 این. حالا چطوری آرکش کنیم؟ به این شکل که ما میتونیم زاویه بدیم. الان ببینید من میخوام مثلا از 90 درجه باشه تا 360 درجه. پس وارد میکنم 90 اینتر. از 90 درجه شروع شد آرک من. میخوام تا 360 درجه باشه. 360 اینتر. شورتکات این دستور EL هستش. EL رو میزنید، اینتر میکنید. همونطور که میبینید شما میتونید هم به صورت آرک هم به صورت سنتری که براتون توضیح دادم ترسیم الیپستون رو انجام بدین. اما یک نکته و اون نکته اینه که شما میتونید ایزو سرکل هم با استفاده از این دستور ترسیم کنید. به چه شکل؟ باید ایزومتریک درافتینگتون یا همون ایزومتریک اسنپ مودتون فعال باشه که چیه؟ که اینجاست. میزنیم و فعالش میکنیم. این گزینه میاد به ما کمک میکنه که در 30 درجه ایزومتریک درافتینگ یا به صورت ایزومتریک ترسیم انجام بدیم. این گزینه رو اگر روشن کنیم و حالا از گزینه اکسیس اند استفاده کنیم، اینجا میبینید که یک گزینه دیگه اضافه شد به اسم ایزو سیرکل. اینو الان من انتخاب میکنم، مرکز رو مشخص میکنم. همونطور که میبینید با زاویه برای من ترسیم میشه. حالا اگر من بخوام این زاویه رو تغییر بدم از چی استفاده میکنم؟ از F5. همونطور که میبینید برای من زاویه رو تغییر میده به صورت left, right و top، یعنی چپ، راست و بالا. اگر هم خواستین غیر فعالش کنید میزنید روش و غیر فعال میشه و به صورت معمول در میاد. اما یک نکته دیگه ای که باید بدونید اینه که شما میتونید روتیشن هم انجام بدید. الان من اینو فعال میکنم، قطر رو بهش میدم 10 اینتر. اینجا ببینید من یه گزینه برام فعال شده به اسم روتیشن. هم میتونم عدد شعاعی وارد کنم، هم میتونم روتیشن رو اعمال کنم. اما روتیشن به چه معنیه؟ هرچه عدد زاویه‌ای که با روتیشن وارد میکنید، الان من فعالش میکنم، هرچه عدد زاویه‌تون
به 0 نزدیکتر باشه شکل الیپستون به دایره نزدیکتر میشه. اگر این عدد رو 90 قرار بدید براتون ترسیم انجام نمیده، یعنی هیچ اتفاقی نمیفته. بیاید امتحان کنیم. من الان اینو 0 میزنم، اینتر میکنم. همونطور که میبینید زاویه‌ای نداره و همونطوری برای من ترسیم شده. بیاید یه بار دیگه امتحان کنیم. من دوباره اینو میزنم، سنترم رو مشخص میکنم، شعاع اولیه رو میدم 5 اینتر و باز میزنم روی روتیشن. حالا زاویه‌ای که میخوام بدم دیگه 0 نیم، مثلا میخوام عدد 75 رو وارد کنم و اینتر کنم. همونطور که میبینید با استفاده از این گزینه با دایرمون رو میایم فشردش میکنیم و تبدیل به الیپس میشه. پس برای ترسیم الیپس ما هم میتونیم زاویه بدیم، هم میتونیم اکسیسش رو مشخص کنیم و هم میتونیم سنترش رو مشخص کنیم. خب یک بار دیگه من الیپس رو به صورت اکسیس اند فعال میکنم، میام اینجا طول 10 رو وارد میکنم، اینتر میکنم، دوباره روتیشن رو میزنم. حالا میخوام 90 درجه رو وارد کنم تا ببینید چه اتفاقی میفته. وقتی 90 درجه رو وارد میکنیم هیچ اتفاقی نمیفته، چون تبدیل به یک خط میشه. اگر فضای 3 بعدی رو در نظر بگیرید این دایره رو داره میچرخونه دیگه، با همون زاویه‌ای که میزنیم داره این دایره میچرخه، به خاطر اونه که به این شکل در میاد. الان این دایره 75 درجه چرخیده و به این شکل در اومده. وقتی به 0 در بیاد تبدیل به یک خط میشه که توی 2 بعدی هیچ ترسیمی انجام نمیشه. خب اینم از روتیشن. امیدوارم که خوب یاد گرفته باشید الیپسو. تا جلسه بعدی مراقب خودتون باشین.